سلام به همه دوستان عزیزم. وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب و پر انرژی باشه. امشب میخوایم در مورد vocabulary با شما صحبت بکنیم. vocabulary یا همون vocab در زبان انگلیسی به معنای کلمه هست. خب در زبان انگلیسی خیلی از کلمات همدیگر رو همراهی میکنن، مثل زبان فارسی. مثلا میگیم خداحافظی کردم با مثلا مریم، سلام کردم به پدر. خب این سلام کردم به، خداحافظی کردم با، نگاه کردم به، شکایت کردم از، اینا رو بهشون میگیم کالوکیشن در زبان انگلیسی. ببینید بچه ها، کالوکیشن. خب ما میخوایم همینطور شفاهی زبان رو به شما آموزش بدیم و اکثرا در جوامع امروزی بچه ها و همچنین بزرگترها آشنایی زمینه‌ای هرچند کوتاه، هرچند کمرنگ از زبان انگلیسی دارن و همین به ما کمک میکنه که بیایم راحت‌تر زبان انگلیسی رو آموزش بدیم. من در واقع طوری آموزش نمیدم که یه معلم مثلا، حالا نمیخوام بگم اول ابتدایی، ولی معلمی که داره در اولین پایه زبان انگلیسی رو تدریس میکنه به دانش آموزانش، یا اینکه مثلا از ABC شروع میکنه. نه، من اونطوری بهتون آموزش نمیدم. یک پیش زمینه خیلی کمرنگی هم که از زبان انگلیسی داشته باشید و با حروف آشنا باشید، میتونید به راحتی من رو همراهی بکنید عزیزان. در کالوکیشن زبان انگلیسی کلمات و عباراتی رو ما میبینیم بچه ها که خیلی به چشممون آشنا هستن و پرکاربرد هستن، چه در زبان فارسی چه در زبانهای دیگه. اینها رو ما هر روز در زندگی روزمرمون زیاد استفاده میکنیم. مثل چی؟ میگه do exercises. Do your exercises. خب این یعنی چی؟ یعنی تکالیفتو انجام بده، کاراتو انجام بده، البته به شکل فعل امر. میگیم good at running. فلانی توی دویدن خیلی خوبه، به این میگیم good at. make mistakes. خب ما هر روز اشتباهات زیادی در زندگیمون میکنیم، توی کارمون، توی رفتارمون، توی فعالیت‌های روزمرمون اشتباهات زیادی میکنیم، به این میگیم make mistakes که اس جمع هم داره. میگیم که چطور میره سر کار؟ میگه by train. خب by همیشه در کنار ترین میاد. وقتی که میخوایم بگیم با قطار میرم، باید بای بیاریم بچه ها. وقتی که میگیم مشکل میخوام درست کنم، فلانی مشکل درست کرد، باید make رو به همراه میستیک بیاریم. وقتی میگیم تکالیفتو انجام بده، باید دو بیاریم، فعل دیگه ای نمیتونیم بیاریم. وقتی که میخوایم بگیم مادر من توی آشپزی خیلی خوبه، که دستپختش عالیه، میگیم good at، نمیگیم good in. اوکی؟ خب پس به good وقتی در کنار at میاد میگیم یک کالوکیشن. به do وقتی در کنار exercise میاد میگیم کالوکیشن. یک کالوکیشن رو تشکیل دادن دوتایشون با هم دیگه. میگیم اون آقا قد بلنده، tall man. He is a tall man. خب چرا نمیگیم های من؟ های درسته با تال معناشون هر دو بلنده، ولی موارد استفادهشون با هم دیگه در زبان انگلیسی متفاوت عزیزان. هر کلمه ای رو در هر جایی در زبان انگلیسی ما نمیتونیم بیاریم، مثل زبان پارسی.
چرا؟ دقت کردید بچه‌ها مثلا ما توی مدرسه هم میخوندیم، مثلا در کتاب ادبیات یا زبان فارسیمون میگفتیم که خب این کلمه این معنا رو داره و مترادفش این کلمات هستن. چرا ما مترادف ها رو میخوندیم؟ برای این که هر کلمه ای هر نکته ای مکانی داره بچه ها. هر کلمه ای رو هر جایی ما نمیتونیم به کار ببریم. دراز با قد بلند، با بلند، با زیاد ممکنه همه توی یک کلمه گنجیده بشه، ولی جاهایی که ما اونها رو استفاده میکنیم با هم دیگه متفاوته. پس در زبان انگلیسی هم همینطوره. ما نمیگیم های من، میگیم he is a tall man. او یک مرد قد بلنده. خب میگیم که چطور رفتی مدرسه؟ میگی on foot، on my foot، یعنی با پاهام رفتم، یعنی پیاده رفتم، یعنی walking، walk. فعل walk رو میتونیم به جای on my foot یا on my feet بیاریم. feet جمع foot هست و یک جمع بدون قاعده هست، یعنی فوت نمیتونه اس جمع بگیره. خیلی از کلمات هستن که قطعا بهشون برمیخوریم در دروس آینده که در زبان انگلیسی اس جمع نمیتونن بگیرن بچه‌های عزیزم. بریم صحبت به درازان نکشه. فلشکارت بعدی. خب گفتیم که صحبتمون در مورد وکابیولاری هست. همچنان در زبان انگلیسی، در همین زبان ها، حالا بچه به یاد داشته باشید من هر وقتی که میگم در زبان انگلیسی فکر نکنید هر چیزی مختص مثلا به زبان انگلیسی هست. نه، زبان انگلیسی ساده ترین و راحت ترین زبان آموزشی در دنیا هست که صحبت کردن بهش خیلی آسونه. برای همین خیلی ها اون رو یک زبان بین المللی میدونن. البته ما اون رو یک زبان بین المللی نمیدونیم. همه زبانهای دنیا عزیز هستن، ارج و قرب دارن، اما زبان انگلیسی خیلی کاربرد داره و خب قطعا این به خاطر قدرت استعماری کشور انگلستان بوده که در قرنهای گذشته خیلی از کشورهای دنیا رو مستعمره خودشون قرار دادن. برای همین خیلی از جاهای دنیا از مشرق تا مغرب در واقع به زبان انگلیسی آشنا هستن که متاسفانه کشور ما هم از این قضیه مستثنا نبوده و مورد هجوم کشور انگلیس قرار گرفته. همونطور که میبینیم الان حتی بعد از گذشت این همه سال بعد از جنگ جهانی هنوز افرادی پیرزن پیرمردهایی هستن در جنوب کشورمون که به زبان انگلیسی بعضی از چیزها رو مینامن. مثلا به کوچه میگن alley، به گوجه میگن توماتو، همون تومیتو. به مثلا سیب زمینی میگن پوتیتو یا همون به لهجه شیرین جنوبی خودشون. دوستان اینها به این دلیل نیست که زبان انگلیسی برای ما پارسی زبانها زیباست استفادهش، بیایم لابلای کلمات روزمرمون کلاس داره کلمات انگلیسی بگنجونیم. نه عزیزای من، نه دل بندای من، زبان پارسی ارجش خیلی زیاده. همیشه باید فارسی رو پاس بداریم و سعی کنیم هر چیزی رو در جای خودش. کلمات انگلیسی اگر میخواید استفاده بکنید در مکالمه انگلیسیتون استفاده بکنید. این خواهش همیشگی من از شما عزیزان هست. خب دختر پسرای گلم، بریم برای ادامه درس. ما اومدیم گفتیم که در وکابیولاری کلمات به ارتباطات مختلفی میتونن با همدیگه مربوط بشن. یکی از اون ارتباطات گفتیم قبلا چی بود؟ کالوکیشن.
خب کالوکیشن گفتیم که مثلا فلان فعل با فلان حرف اضافه میاد یا فلان اسم با فلان حرف اضافه میاد. توی ورد فامیلی یعنی خانواده کلمه ای، خانواده کلمات، میایم میگیم یک کلمه مثلا در امور روزمره ما، من هر مثالی میزنم عزیزانم، در امور روزمره خیلی ساده میتونیم خلاصش کنیم. میایم مثلا میگیم temperature. خب temperature یعنی چی؟ یعنی دما. خب دما کلماتی وجود دارن که به این کلمه خیلی مربوطن. وقتی که ما میخوایم از دما صحبت بکنیم از اون کلمات خیلی استفاده میکنیم. اونا چی هن؟ مثلا hot، warm، cool، cold. بازم کلمه هستا. من برای شما 4 تا مثال آوردم به صورت خلاصه، مثال هایی که اغلب و اکثرا حد اکثر افراد تحصیل کرده باهاشون آشنا هستن. خب خانم اعتمادی، ورد فامیلی به چه کار ما میاد؟ شما میتونید مثلا بیاید دقت بکنید در زبان انگلیسی که در کلماتی که مربوط به یک هیته، به یک حوزه هستن، چه کسانی اونها رو ازشون استفاده میکنن، بیاین اونها رو بهشون توصیه بکنیم. مثلا یک نفر گوینده خبره، خب کلمات خیلی زیادی رو باهاش سر و کار داره، اما یک نفر گوینده وضع هواست، هواشناسی. الان داره بارون میاد، خب هوا خنکه، هوا کوله. الان داره هوا سرد میشه، فصل پاییزه، هوا داره کولد میشه. دما الان زیر 0 تمپریچر داریم. هوا دیگه فصل بهار داره گرم میشه. به گرمای فصل بهار بچه ها میگیم وارم، اما به گرمای تابستون میگیم هات. هات همه جا یعنی هوای داغ، آب داغ. مثلا به آب جوش ما میگیم هات. به غذایی که تازه از توی قابلمه کشیدیم و روی میز چیدیم، توی سفره چیدیم که انشالله همیشه سفره هاتون پر برکت باشه، به اون میگیم هات. هر آن چیزی که در تماس با بدن ما یا با زبان ما سوزان باشه، چای باشه، غذا باشه، هرچی، هوا یا انرژی خورشید و نور آفتابی که روی سر ما میتابه وقتی که در خرداد ماه یا تیر ماه بیرون میریم، سفر میریم و ما رو داغ میکنه، به اون میگیم هات. اما گرمایی که ما رو نسوزونه بهش میگیم وارم. خب این هم از این. پس ورد فامیلی رو شناختیم. حالا بچه ها یه نکته خیلی مهم رو بهتون میگم و دیگه برای ویدیوی امروز فکر میکنم که کفایت میکنه نکاتمون، توضیحاتمون. مثل همیشه ازتون میخوام ما رو سابسکرایب کنین، به دوستانتون معرفی کنین، اون قلب کوچولوی ما رو قرمز بکنین و ما رو لایک کنین. یه نکته خیلی مهم عزیزانی که قصد فراگیری زبان انگلیسی دارید، ما یه چیز خیلی مهم باید همیشه همراهمون داشته باشیم. اون چیه؟ از شما میخوام یک دفترچه یادداشت، خب همیشه همراه خودتون داشته باشید. هر جایی که میرید، توی خونه، روی میز تحریرتون، میز کارتون، سر کار، توی خیابون، توی سفر، توی مهمونی، اون دفترچه همراهتون باشه. البته یه دونه دفترچه آدم گنجایش همه نکات یک زبان رو نداره ها. من به طور مثال میام برای شما میگم که مثلا حالا بیایید تفکیک بکنید نکات یادگیری زبانتون رو و اون رو یادداشت بکنید. خب یه دفترچه اختصاص بدید به
دفترچه یادداشتشون رو اختصاص بدن عزیزان به vocabulary. خب حالا میگیم خب خانم اعتمادی ما مثلا اومدیم تمپریچر رو یادداشت کردیم که یادمون نره. خب توی این دفترچه میایم جلوی تمپریچر حالا به زبان خودمون یا فونتیکش رو تلفظش رو مینویسیم. خب دستتونم در نکنه، چقدرم که شما با سواد هستی میایم فونتیکش رو هم مینویسیم. آفرین. ولی خیلی مهمه بچه ها بیاید درست تلفظ کردن ها رو به ذهن بسپارید. سعی کنید از همون پایه بیاید و کلمات رو درست تلفظ کنید. تلفظ درستش رو یاد بگیرید تا انشاءالله بتونید تا آخر عمرتون هر جایی که خواستید استفاده بکنید اون رو درست تلفظ بکنید تا همه جا در همه موقعیت ها جلوی هر شخصی که شما دارید از این زبان استفاده میکنید سربلند باشید. و یه وقت خدایی نکرده صحبت شما به زبان انگلیسی باعث خنده کسی نشه. درسته؟ پس یه نوتبوک همیشه همراه خودتون داشته باشید که توش هر کلمه ای رو که بهش برخوردید شنیدید. شاید الان این فیلم من رو، ویدیوی من رو دارید توی خیابون توی تاکسی تماشا میکنید، پشت چراغ قرمز دارید توی ماشین تماشا میکنید، فرصت یادداشت یک کلمه رو دارید، الان اون رو یادداشت کنید. مثلا نوتبوک یعنی دفترچه یادداشت، تمپریچر یعنی دما. به همین سادگی بچه بیاین و کلمات رو برای خودتون یادداشت. هر آن چیزی که از این انگشتان ما بیرون بیاد روی کاغذ، یعنی از ذهن ما اومده وارد دستمون، وارد قلممون و وارد کاغذمون شده، میمونه همونجا، سالها میمونه بچه ها و میتونیم سالها، دهه‌ها ازش استفاده بکنیم و هرچی ازش استفاده بکنیم بیشتر فیکس میشه توی ذهنمون. فارسی رو پاس بداریم بیشتر ثبت میشه، محکم میشه توی ذهنمون. عزیزان من، خب در یه نکته بهتون بگم بچه ها، در یادگیری و یادداشت زبان انگلیسی در دفترچه های یادداشتتون میتونید از دیاگرام استفاده بکنید. دیاگرام چیه؟ همینیه که من این پایین کشیدم. ببینید میایید نویسین، مثلا جدول بندی نمی کنید، دوست ندارید دفتر جدول بندی شده بخرید صفحاتش خط کشی باشن، دوست ندارید اون دفترها. میایید توی یه دفتر ساده واسه خودتون کلمات رو به این شکل می نویسین تا توی ذهنتون محکم بمونه. می نویسید eat فعل ورب به معنای خوردن. چی بخورن؟ چی خوردن؟ غذا. هر آن چیزی که در زبان فارسی ما به عنوان غذا فعل خوردن رو براش استفاده میکنیم، در زبان انگلیسی هم میتونیم از فعل ایت استفاده بکنیم بچه. مثلا میگیم بچه زمین خورد. خب آیا واقعا این یک در واقع عبارت یا همون کالوکیشنی هست در زبان فارسی که معناش واقعا ایت نیست؟ اون بچه تیکه زمین رو که نخورده، خورده زمین، افتاده روی زمین. پس ما اینجا نمیتونیم ایت بیاریم. اما میگه که شما واسه نهار چی میخوری؟ میگی مثلا کباب میخورم. خب به اون میگیم ایت. درسته؟ خب توی دفترچه یادداشتمون بچه ها بیاین و کلماتی که مربوط به این فعل خوردن میشن با فلش بهش وصل بکنیم. به این میگیم دیاگرام. خب اینجا چی داریم؟ نایف. نایف یعنی چاقو. خب ما چاقو رو توی آشپزخونه برای چی استفاده میکنیم؟ برای غذا خوردن، برش غذا، پختن غذا و این چیزها.
حالا بیشتر در زبان انگلیسی، یا اینکه مثلا در میوه خوردن ما از چاقو استفاده میشه. در انگلیس و فرهنگ های انگلیسی خیلی با چاقو و چنگال غذا میخورن. ما ایرانی ها اکثر خوراکمون با قاشق و چنگاله. پس فورک چنگال، سپون قاشق. اومدیم و به فعل ایت وصلشون کردیم. ببینید هر وقتی که ما بیایم دفترمون رو باز بکنیم بچه ها و به این دیاگرام بر بخوریم، چقدر راحت میتونیم اون رو به خاطر بیاریم و در گفتگوهای روزمرمون به صورت ساده از اون استفاده بکنیم. خیلی این چیزها بچه ها به کارمون میاد. صحبتهای من رو دست کم نگیرید. امیدوارم که شب و روز خوشی رو بگذرونید. همراه ما باشید. ما رو به دوستانتون معرفی کنید و انشاءالله با ویدیوهای بعدی با کیفیت بهتر در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.